10 تا فکت راجع به شهر رم. پارت دوم. دو فواره کنار هم. کنار چشمه تروی فواره دیگه‌ای به نام فواره کوچکتر وجود داره که کمتر شناخته شده. طبق باورهای محلی زوجا باید از این فواره آب بنوشن تا عشقشون همیشگی باشه. خیابون بی آسفالت. تو رم خیابونی به نام ویا پیرمانو وجود داره که تنها خیابون اصلی شهره که هیچ وقت آسفالت نشده و همچنان سنگفرش باستانی خودش رو حفظ کرده. منطقه تراستوره و قوانین خاص. تو منطقه تراستوره شهر رم یه قانون جالب وجود داره که به کافه‌ها و رستوران‌ها اجازه نمیده موسیقی‌های جدید پخش کنن. این منطقه با موسیقی‌های سنتی و زنده‌اش معروفه. بزرگترین ساعت خورشیدی جهان. توی شهر رم و در محوطه پانتئون یک ساعت خورشیدی بزرگ وجود داره که توسط نور خورشید کار میکنه. نور خورشید از سوراخ کوچیکی در گنبد عبور میکنه و زمان رو روی دیوارهای داخلی نشون میده. جاده‌ای که از همه جا شروع میشه. تو رم جمله معروفی وجود داره که میگه همه راه‌ها به رم ختم میشه. اما در واقع جاده‌ها از رم شروع میشدن و به سرتاسر امپراتوری رم گسترش پیدا می‌کردن.